به نام خدای بزرگ. اینجا را خیلی خوب. امروز میخوایم که در مورد عملگرهای آیدنتیتی صحبت کنیم. آیدنتیتی ایز است و ایز نات هستن، دو تا هستن. بودن نبودنش چک میکنیم بیشتر. خب مثلا اینجا مثالی که مطالعیم در پی دی اف بیارم، مثال ایز و ایز نات داریم. این دو تا اپراتورهای مربوط چی میشه؟ آیدنتیتی میشه. بودن نبودن چک میکنیم برای ما. خب بریم مطابق مثال پیش بریم. مثلا میگیم که A مساوی میشه مثلا 78، B مساوی میشه مثلا 56. اینجا پرینت میکنیم نتیجه رو میگیم که A is مثلا B false بگیم نیست. اگر ما به تکرار بیاریم اینجا مثلا بگیم A مساوی میشه همون 78 باقی میمونه، بعد B مساوی قرار بدیم با A، مقدار A در خط داخل B برسیم و اینجا بریم چیکار کنیم؟ پرینت کنیم دوباره بگیم که A is B و اینجا بر ما ترو برمیگردن، در حالی که بالا اینجا بر ما چی برگردن؟ فالس برگردن. چرا؟ به خاطر اینکه اینا جداگانه تعریف شدن. A جداگانه تعریف شد، B جداگانه تعریف شد. خب و اینجا چیکار کردیم؟ مثلا A مساوی میشه 78 بود و B مساوی میشه، باز دوباره مقدار A رو گذاشتیم داخل B. اینجا در حقیقت ما که ابجکت A در حقیقت ما ابجکت B، یا مثلا برعکس که اینجا بنویسیم B is A باز برای ما ترو برد. بله موقع B در حقیقت ما A هستن قبلا تعریف کردن، هر دوتاش یکی هستن، یک ابجکت هستن. خب و یک استثناء اینجا وجود داره، که من واقعیتش خودم قبلا نمیدانستم و اینجا متوجه شدم. مثلا اینجا x مساوی میشه 90. خب مثلا y مساوی میشه باز 90 میشه. ما اینجا گفتیم که اینا مقدار را چک نمیکنن، مثلا مقایسه کنن. مقدار مقایسه میکردیم مثلا ما با ای اپراتور مقایسه میکردیم نه با از. خب با اینجا ترو برمیگردن، نباید ترو برمیگردن چون این ای x جداگانه است و y هم جداگانه است. خب اینجا میگیم پرینت باید اصولا بر ما طبق تعریف کردیم بر ما چی برگردونه؟ فالس برگردونه. میگیم x is y ببین بر ما ترو برمیگردونه. چرا؟ اینجا یک باریکی وجود داره که مثلا اگر دو تا مقدار، دو تا وریبل شما میخواهید که آیدنتیتیش مشخص کنید، اگر مقدار اون دو تا هم مثلا یک عدد بود چیکار میکنه؟ ترو برمیگردونه. در حالی که این تعریف ما را چیکار میکنه؟ نقص میکنه. تعریف ما نقص ما تعریف کردیم اول گفتیم که اینا به اساس مقدار کار نمیکنه، به اساس خودی و ابجکت کار میکنه. ما اینجا کپی هم نکردیم مثلا x داخل y ریخته باشیم مثل بالای اینجا، این کارم نکردیم. اینا کلا از هم مستقل هستن. خب یک باریکی وجود داره اینجاست که زبان پایتون اگر دو تا متغیر شما تعریف کردیم و مقدار یکسان دادید برش، این چی کار میکنه؟ به خاطر اینکه مثلا برای فرض مثال اینا خود داخل مموری یا رم ذخیره میشه، به خاطر اینکه فضای استفاده شدن از رم را کم کنه، پایتون آمدن چیکار کردن؟ اگر این مقدار از 256 کم بود و همچنان مثلا مقدارش با هم دیگه مشابه بود، مساوی بود، این چیکار داخل یک خانه حافظه میشه، یک فضای حافظه را اختصاص میده. مثلا اینجا مثلا برای فرض مثال فکر کنیم مثلا آمده اینجا رم باشه 90، چون اینجا مثلا ما x آوردیم 90 گذاشتیم، y هم بازم 90 گذاشتیم مقدارش. میگه چی نیاز است که ما 92 بار اینجا داخل رم مثلا برای فرض این قسمت حافظه رو مثلا اگر این قسمت اگه شما حافظه در نظر بگیرید بیاین دو بار 90 نوشته، یک بار 90 نوشته میکنیم داخل رم و اینی متغیرها رو به این وصل میکنیم، در حقیقت به این دو تا به یکش وصل میکنیم، در حقیقت اینا رو پاک میکنیم. در حالی که مثلا اینجا بالا A و B متفاوت بودن و اینو این کارا نکردن، مثلا هر دوش مثلا باید 178 می نوشتن، خب 56 متفاوت است. خب در این حالت اعداد کوچیک از 256 تا 256
اگر عین مقدار رو داشته باشه درست دو تا آبجکت جداگانه است و اینا را چیکار میکنن تا داخل رم یک فضا رو برای از هر دو اختصاص میدن. دو تا فضا مثلا برای x و y جداگانه اختصاص نمیدن. و همین لحاظ است که این ترو برمیگرده. در حالی که مثلا اگر ما بیم اینو مثلا اینو پاک کنیم خطا نده، از 254 مثلا 900 میذاریم اینجا، دو تا مثلا 900 پایین مثلا 900 یک از 256 هم رفت بالا. ببین اتومات فالس شد. قبلا ما گفتیم که مثلا تعریف کرده بودم که اینا فقط آبجکت ها را مقایسه میکنن. یعنی آبجکت y یعنی آبجکت x است یا نیست، یا x آبجکت y هست یا نیست. در حالی که ما مقداری که بر زمین انداختیم اگر کوچکتر از 256 بود، اینا پایتون به خاطر از که حافظه کم مصرف شد، حافظه رم میامد چیکار میکنن، خلاصه یک تا از اون می نوشتن و این دو تا وریبل با او مپ میکردن یا اشاره داشت به یک خانه حافظه که مقدار هر دوی این متغیرها همونجا اشاره داشتن. اگر احیانا بعض وقتا به همچون اتفاق پیش آمد، بدونید دلیلش همچین چیز است. خب اگر مثلا ما بیم اینجا بر فرض مثال این میره، اگر ما 900 پاک کنم بجای اصلا 900 میگذاریم، مثال بعدی که تکرار میشه x میشه مثلا بگم 800 و y البته شما میتونید مقادیر مختلف بگذارید. خب مقادیر مختلف شما میتونید بگذارید اینجا. خب اینو بگذارید مثلا به اینجا بگیم که پرینت بر ما میگیم که x is y. ببینید مگه نیست. حتی مثلا ما اگر میره 800 هم بگذاریم طبق مثال قبلی متوجه هستیم که مقدار از 256 بالاست. این دو جای حافظه ذخیره میشه. اگر به جای از مثلا 800 که هارد کد کردیم به x بگذاریم به این صورت مثلا ببینید اینجا ترو میشه. این دو تا بود از متغیرها چی آپراتورهای آیدنتیتی. البته ازناد ما کار نکردیم، بعد ازناد باید کار کنیم. ببخشید. خب حتی ما در این سل بعدی که ما کد بزنیم و اینا دسترسی داره به مخاطر یک دفعه اینا اجرا شده در داخل حافظه رم هست اینا. خب میم اینجا چیکار میکنیم؟ میم اینجا مثلا میگیم که پرینت کنه، ما میگیم که البته همونجا چاپ پرینت کو برای ما میگیم x is not y. ببینید اینجا x اینجا گفتم که اینجا نتیجه گفتم برای ما که x در حقیقت مو آبجکت y یا y مو آبجکت x است، فرق نداره. اینجا چون کپی شدن مستقل نیستن، در این صورت برای ما ترو برگردن. در اینجا ما گفتیم پرینت کنیم x is not، میگیم x آبجکتی از نوع چی؟ از نوع y نیه. ما گفتیم اگر گپ ما درست باشد ترو برمیگرده. اینجا چون برخلاف سوپ گپ ما هستن که اینجا هر دوش مشابه هستن، برای ما فالس برمیگرده. ببین اینجا فالس برگرده. و اینجا می مثال بعدی میگیم که مثلا m مساوی میشه همچون عددی و n مساوی میشه همچون عددی. بعد اینجا میگیم پرینت کو برای ما چی را میگیم که m is not، البته فاصله بین is و not بگذاریم و اینجا میگیم که n این برای ما ترو برمیگرده. مگه که درسته که حرف شما که m و n آبجکت های متفاوت هستن، آبجکت های مشابه نیستن. خیلی خوب میریم اینجا ببخشید عملگرهای شمولیت را بررسی می‌کنیم. عملگرهای شمولیت یا خلاصه آپراتورهای شمولیت n و not n هستن. بعضی وقتا شما می‌بینید که از این هم در زبان برنامه‌نویسی پایتون استفاده کنید. زبان پایتون به خاطر چه قدرتمند؟ به خاطر اینه که توابع خیلی زیاد وجود داره و ابزارهای خیلی زیاد وجود در هر بخش.
من به شما بگم که یک از زبان‌های مولتی پرپز لنگویج هستن. خیلی از زبان‌ها هستن به یک حیطه خاص استفاده، مثل PHP بیشتر بر سرور سایت هستن، بیشتر بر اپلیکیشن هایی که روی سرور اجرا میشه اونجا هستن. دیگه اپلیکیشن های دسکتاپ و بعضی اپلیکیشن های دیگه استفاده نمیشه. زبان هستن که زیاد استفاده نمیشه. بعض زبان های دیگه ممکنه در یک بخش خاص استفاده داشته باشن ولی بخش های دیگه نداشتن، در حالی که زبان پایتون تقریبا در همه عرصه ها حضور داره. خب این کلمه in چیه؟ اپراتور in returns true if a sequence with the specified value is present in the object. بعد اینجا مثلا اگر یک چیزی داخل مثلا x in y، اگر x in y وجود داشته باشه برای ما چی کنه؟ true برامون، غیر از او بر ما false برامون. ما بگیم که اینجا یک مثال فرق. خب مثلا میگیم که txt، یک تکست میبریم، تکست مساوی میشه چی؟ مثلا میگیم hi hello how are you. بعد میگیم اینجا میگیم که این بار مثلا x میذاریم، x مساوی میشه چی؟ یک مثلا به فرانسان میگیم که کلمه hello هست. خب اینجا میگیم که برای ما پرینت کن، چی رو پرینت کن؟ مثلا x n txt. ببین ترو برمیگردم چون این خودی مثلا هلو داخلی چی تکسی وجود داره. اگر ما اینو تغییر بدیم یکی از اینا رو کم کنیم ببینیم باز ترو برمیگردن، چون به خاطر اینکه ترو برمیگردن که اگر اویش هم کم کنیم ایمیل چیکار میکنم؟ مقایسه میکنم، اینجا جستجو میکنم HELL اینجا هستن تا این قسمت که میفهمه هستن برامون برمیگردن. اگر ما او رو پس برگردیم اینجا بعد مثلا اینو یک حرف دیگه تبدیل کنیم ببینیم برای ما چی برمیگرده؟ فالس برمیگرده، مگه این پیدا نشد داخل زیر. شما میتونید اینطوری این کار انجام بدید. مثلا ببینیم روی لیست ها اگر ما نخواندیم مثال از لیست بگذاریم، مثلا بگیم که 1 2 3 مثلا 444 مثلا 621 وجود داره و اینجا میگیم که پرینت کو برای ما چی؟ پرینت کو میگیم که فرضاً 444 4 کمونه 444 این چی؟ A لیست A هستن یا نیست؟ ببین مگه ترویه هستن. اگر ما 4444 بذاریم اینجا فالس میشه، مگه نیست، همچین چیزی اینجا وجود نداره. خب X not in Y این نیستن نباشد، اگر نباشد ترو برمیگرده. یعنی بعضی وقتا شما نیاز داریم مثلا که برعکس از این که X in Y میگیم در زمانی که نبود بین کار رو انجام بدیم، نبود ترو برمیگرده، شرط ما ترو میشه، ترو شد از بلاک های کد برای ما اجرا میشه که مد نظر ما هستن. خب اینجا مثلا میم بازم یک لیست تعریف میکنیم بی مساوی میشه یک لیست قرار میدیم، بعد فرض مثال میگیم البته 2 تا 45 43 یا مثلا 990 گذاشتیم 900 بذاریم مثلا 700. بعد میگیم اینجا میگیم که پرینت برای ما چی را میگیم که 23 بر فرض 23 is not البته is not نه not in B ببین برای ما ترو برمیگرده. اینجا اکسپرشن رو ببینید ما گفتیم که 23 not in B درست گفتیم دیگه. اینجا جستجو کنیم ببینیم 23 اینجا وجود نداره که گپ ما درست است. اگر ما بر فرض بین 23 اینجا اضافه کنیم 23 اضافه کنیم برای ما فالس برمیگرده. ما اینجا گفتیم که 23 not in B نیستن داخل B، در حالت اینجا که ما ببینیم 23 وجود داره. شما میتونید از اینا استفاده کنید. خب فکر کنم که موضوعات کلیار شدن، واضح شدن. ان شاء الله تعالی در جلسات بعدی ادامه مباحثی در مورد زبان پایتون را ادامه میدیم.
اگر علاقمند هستین، اگر دوست دارین، واقعا اگر علاقه دارین، میتونین لایک کنین، میتونین کامنت بگذارین. حمایت کنین. تشکر از همه.